نمایندگی بعضی از بانک‌ها در دوشنبه خبر دادند که دیگر از طریق وسترن یونیون و مانیگرام پول انتقال نمی‌دهند. انتقال مبلغ به وسیله این نظام‌های انتقال پولی در تاجیکستان از بهار امسال مشکل شد. شکایت‌های میزبان می‌رسد که پول‌های انتقال داده آنها را نزدیکانشان در بانک‌های محلی زیست گرفتن نمی‌توانند و باید به مرکز ناحیه بروند و یا به مرکز ولایت. همکارم عبدالله شرف این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما هست. عبدالله سلام، و چی باعث پیدا شدن مشکل در انتقال پول شده است؟ سلام طاهر، سبب‌های سر زدن مشکل در انتقال پول وابسته به شرکت‌ها فرق می‌کند. متخصصان مثلا مشکل نظام‌های وسترن یونیون و مانیگرام را با تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه وابسته می‌دانند. در این رابطه من با مسئولان یک انجمن در روسیه صحبت داشتم که همه شرکت‌های انتقال پول از جمله وسترن یونیون و مانیگرام را متحد می‌کند. در این سازمان گفتند که پس از جاری شدن تحریم‌ها انتقال پول توسط سیستم‌های بین‌المللی به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به خصوص آسیای میانه دشوارتر شد. هر شرکت انتقال پول مشکلات خود را دارد که از همدیگر فرق می کنند. مشکل وسترن یونیون در کمبود مبلغ نیست. مشکل آنها در تحریم علیه روسیه است، چون شرکت امریکایی می باشد. بنابر تحریم ها این شرکت حق ندارد با برخی از بانک های روسیه همکاری کند. چون همکاری با بانک ها محدود است، وسترن یونیون میان قانونگذاری امریکا و روسیه در تکاپو است. و عبدالله، بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی چی میگویند و مشکلی در انتقال پول را چگونه شرح میدهند؟ بانک ملی میگوید فرستادن پول توسط سیستم‌های انتقال مبلغ میان بانک‌های تجارتی و خود سیستم‌ها در علاهیدگی حل می‌شود و بانک ملی به آن دخل نمی‌کند. تا به حال شکایت‌ها از مشکل انتقال پول از ناحیه‌های دوردست کشور می‌رسیدند. بسیاری از نقطه‌های خدمت رسانی بانکی می‌گفتند بنابر کمبود پول از دادن پول‌های انتقالی خودداری می‌ورزند. بنابراین بسیاری‌ها مجبور می‌شوند به مرکز ناحیه و یا ولایت‌ها رفته از بانک‌ها پول فرستاده نزدیکانشان را بگیرند که خرج علاوه‌ای نیز دارد. از این رو در نزد برخی نقطه‌های بانکی نوبت‌پایی زیاد نیز به وجود می‌آید. اما اول این هفته این مشکل در دوشنبه هم به میان آمد. در پسی در چند از مرکزهای خدمت رسانی‌های بانکی در شهر دوشنبه نوشتجات نصب شد که با انتقال دهندگان سیستم‌های وسترن یونیون، مانیگرام و بست خدمت رسانیده نمی شود. اما در اداره مرکزی بانکی اسخط به ما گفتند پرداخت پول در نقطه خدمت رسانی به دلیل پیش آمدن نقص تکنیکی موقتا قطع شده است. عبدالله، اما نه تنها انتقال پول به تاجیکستان بلکه از آنجا هم فرستادن مثلا دلار مشکل شده است. بعضی از تاجران شکایت میکنند که برای خرید نمیتوانند به فرد خارجی پول بفرستند. این مسئله رو هم شرح میدادی؟ طبق یک دستور بانک ملی که پیشتر صادر شده است، شهروندان تاجیکستان و یا رزیدنت ها حق ندارند به شهروندان خارجی از داخل مبلغ فرستند. رعایت این طلبات توسط سیستم‌های سریع انتقال پول برای همه بانک‌های تجارتی حتمی است و اقتصاددان ها میگویند بانک ملی از این راه تلاش دارد که اسعار خارجی نقد از تاجیکستان بیرون نرود. تشکر عبدالله.